الان صدا چقدر چیزای سخت آوردی نمیگم 2 دقیقه پیش میگفتم من نمیخوام بیام الان میگی مسابقه بزنیم و تایمر داشته باشیم اصلا قرارمون این نبوده این چیه؟ نگی شیپ الان پرتقالا خیلی خوشمزه به ویدیوی امروز سلام با حضور افتخاری بعد میگفتم با حضور افتخاری نگین اصلا کی شروع شد ویدیو؟ الان ویدیو شروع شد افتخاری نگین الان سلام کن سلام بچه‌ها. امروز قرار بود که من چند تا عکس بردارم از پینترست بعد با خمیربازی آریا درستشون کنیم ولی نگین رفت سر وسایل واقعی آورد که اینا رو درست کنیم مثلا اسمش چیه مثلا اینو رو درست کنم لوسیون فیس واش من چند تا رو مثلا برداریم خودمون مسابقه بعد همونا رو درست کنیم. نظر من یه چیزو برداریم جفتمون درست کنیم حالا یا نظر تو یا نظر من چون ویدیو واسه منه یه دونه رفتم آریه 12 رنگ گرفتم یه دونه آریای چند رنگ 4 5 6 چرا 7 رنگ من نه یا 6 رنگ باشه یا 8 رنگ 12 رنگ کی قانون نوشته کجا نوشته که باید 6 رنگ باشه یا 12 رنگ باشه یا چیز به رنگ رو مسابقه بذاریم نه نگی ما هم چیکاری نمی‌کنیم اگه اینطور باشه که هیچ من نمیرسه تو انقدر وحشی که چیز منظورم که تو انقدر آدم چیزی هستی که هیچ وقت ببین سفیدا همیشه این مدلیه کنارشون سبزه برای همین تبدیل میشه به خاکستری اصلا سفید خالصی ما نداریم یکی انتخاب کنیم دو تایی بسازیم یا مثلا مسابقه بدیم دو تا رو نمیخوام من که همیشه میبرم خیلی وقتی که تو همیشه بازنده پسیات مهم نیست من بازم این انتخاب کنم دقیقاً سفید نیست نه دیگه نمیشه که 10 دقیقه خیلی زیاده 5 دقیقه ببندیم قضیه رو خب 6 دقیقه شد خب می‌کردیم بعد درست می‌کنم اصلا باری آب بیار برام نمیشه که آب بیارم برای تو بچه‌ها مشکی با سفید میشه توسی آواز دهم من کامل این دوتا رو با هم دیگه ترکیب نمی‌کنم به خاطر اینکه دوست دارم که پرسپکتیو به وجود بیارم ولی نگین همه رو مثل یک پاک‌کن خاکستری نگین نشون بده رو به می‌بینیم واسه کی از همه بهتر یه چای بیار نگین نمیتونم چای بیارم وسط چیزت نمیتونم الان برات چای بیارم یه چای بیار هر کسی که چای بیاره همزمان خب چه امتیازی میگیره خیلی دلم میخواد ببینم این مشکی من برداشتم کلشو میخوای ببخشید واو عجب چیزی نه نمیتونی بچه من خیلی خوب درست کردم آها یه سری چیزا هم هست که چقدر داغونی نبین یاد نگیری از من تمام کردم اوه 16 ثانیه مونده از حواسم نبود اون تمام کن نمیتونی اینو بشه بچه این برای نگینه نگینه چیه آخه خیلی مسته خیلی خوبه برجسته اصلا برجسته نیست بچه این برای منه این دوتا چیه؟ اینا چیه؟ قرار بود با هم دیگه جمع بشه بنفشی که روی اینه من به دیتیل توجه میکنم بنفشی که روی چیه؟ اینجا بنفشه دیگه اینجا بنفش نوشته برای نشد خب ولی نتونستم با هم ترکیب کنم چون 8 ثانیه مونده بود از این وسیله ها 3 تا رو 1 2 3 میگیم 3 تا رو برمی‌داریم 2 1 چقدر سختی برداشت چرا می‌خوای درست کنی من شیپشو ساده در نظر میگیرم من که نمیام اینجوری کنم اینش هم در بیاد و مثلا تلاش کنم که امتحان کنیم این کارو تو روشنم پس باید بشه تو آره راست میگی تمام شد در تو درست کردی نه مثل به همون داغونی که سری پیش Stop it. ای خوبون استیسی هم مسبی بس جذب پوست دارم آشغاله تراش هم درست میکنم در این حدی باشه خفش ببین بچه خدایی واسه من خیلی شبیه تر آن دیتیلش رو من توضیح بدم پس میگه واسه خیلی باشه درست کردم اینو اینه اصلا عالی این تیکه جلو این خیلی شبیه خدایی اینم آشغال تراشه فقط بچه ببینید من همه دیتیل رو رعایت کردم اول اینکه حالت شیشه‌ای داره واسه من کاملا حالت شیشه‌ای بالاش اینجا بزرگ نوشته سراخ اینه مثلا سراخ داره این چراغو داره از این چیه آخه این چیه خب نذاشی تو 6 دقیقه بهتر از این نمیشد دیگه اینم لوزیه برعکس منم لوزیه برعکس اون قاب گوشی هم کاش می آوردی بالا خیلی دیگه ایزیه چی آخه راست ازم خیلی درست نه نمیخوام رو درست کنم گفتم اینو بیار شاید دو تا رو برداریم دو تا رو همزمان درست کنیم از بین این رقابت بین دو فیل و یک تراش و یک
2 3 1 2 3 آره دیگه. الان مثلا 8 دقیقه چیزه. تو چند تا رو انجام دادی تا حالا؟ چند تا رو؟ خیلی دارم بعد درست میکنم. 10 دقیقه خیلی کمه ناموسم. کابوسمی؟ نه نگی. برو تو کارش. فهمیدم که تو این بازی زیاد خوب نیستم. حداقل فقط تو این بازی خوب نیستم. تو هیچی خوب نیست. هیچی نیستی. تمام؟ نه. اول 40 ثانیه مونده. تموم شد خانم حقیقی. براتون می‌رسی شبیه زنبور شده بیشتر. خب اونم بیار ازش عکس بگیرم. با تراشته. وای اون تراشته نه. پیچاشو خیلی دوست دارم. من این فیلی که توش تراشه که حالا کاری ندارم شیپش کلا توی فیلی که درست کردی تراشش کو. بابا دیتیل می‌خواستی. شما هر وقت که نه به در من شیشه اینو درست کردی بعد من پشتشه خیلی لبخندش خیلی دوست دارم. من قرار بود که اینو بسازم. مشخصه که چیز سخت و دشواریه و شد این بچه خیلی قشنگه. این تیکر مگه نداره. اینجا تمامش رو با دیتیل اومدم براتون کار کردم. نوشته‌هاش همه سفید. و مهمتر از همه که واقعی بودن شد که 100 از 100 میکنه. من اینجا شیار اصلا به شیارایی که میذارم توجه نمیکنه. ناکن کاملا شیارای یکسان. خب منم شیار درست کردم دیگه. شیارم خیلی شیارات کمه. نگین با چشم این دو تا غیر شیارن. نمیشه. این دو تا نوار. اون دو تا نباشی. نمیدونم چرا اینقدر واسه هم چیزی جنگیدم 4 ساعت. نه من میخوام بردارم چی داره شیشه‌ش هم که خیلی نتونستم درست خوشگله. کنم. پشتش هم که مهم نیست. نه پشتش معلومه که مهمه. پشت آخرین چیزی که درست کردم و خدای اینو دیگه ببین تا الان چیزای خوشگلی درست نکردم. خب تو هم چیزای خوبی درست نکردی. مثلا فیلت بیشتر شبیه زنبوره دیگه. خیلی میدونی شبیه چرا نداره. مشکلش اینه؟ به خاطر اینکه این گوشاش بغله. مثلا من گوشش دارم چسبیده شبیه خرگوش شد. خدا وکیلی لاک و زیبا است. خیلی لاک خوشگلیه. متوجه نمیشم چی میگی. این تراش من واقعا بدتره. اصلا از تراشت بدتر نیست. خیلی لاک قشنگیه. یه تیکه اینم نوشته یه تیکه چی؟ اینم نوشته باشه. اینم در کولیشه دیگه. اینا این درشه. بیلیاقتی نمیتونم باز کنم لاک بزنم. اینا همه رو تو اینستاگرام میذارم دیگه. استوری میکنم همه رو. لایک های تو رو میبندم و فقط لایک های خودم باز میذارم و 101 میبرمت. بخشید دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین بچه‌ها. مرسی بچه‌ها که ویدیو رو دیدین. لطفاً سابسکرایب کنید. خیلی خفن بود. بزن قدش. ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.